با سلام و درود خدمت همه شما ناظرینان، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین. ماه مبارک رمضان به همه شما عزیزان مبارک، تا عبادتتان به درگاه حق قبول باشه. ما سمیر کاکر در خدمت شما قرار گرفتیم از دریچه خدمات املاک عطایی و راهنمای آنلاین عطایی و به سلسله معرفی جدیدها امروز آمدیم به قلعه فتح الله و معرفی یک آپارتمان بسیار زیبا با مساحت 160 متر مربع به منزل نهم، دارای لفت سولری، برق سولری به تمام آپارتمان و لب سرک عمومی و دارای 4 اتاق، 3 تشناب و آشپزخانه بسیار زیبا همچنان می باشه. دارای قندیل های بسیار زیبا، الماری های دیکوری و لباس و دارای مرکز گرمی فعال همچنان می باشه. عزیزان بیننده، تمام آپارتمان را بر شما به تصویر خود کشاندیم. تا آخر برنامه با ما همراه باشین. شروع میکنیم از این اتاق. عزیزان بیننده میریم داخل اتاق. این اتاق به تصویر میکشانیم. عزیزان یک اتاق بسیار زیبا و مقبول. این اتاق همیشه به خاطر اتاق سالن استفاده بکنید. یک اتاق است که واقعا زیبا. در این قسمت الماری های به خاطر لباس داره که میتونین استفاده بکنید. عزیزان الماری های بسیار بزرگ، بسیار زیبا، از چوب البته کار گرفته شده. یک چوب بسیار زیبا با کیفیت کار گرفته شده. دیکوریشنی که در چت قرار داره همچنان بسیار زیبا مقبول، قندیلای بسیار زیبا و همچنان مرکز گرمی فعال و چوب هم در تمام آپارتمان در دیوارهایش نیمه کار گرفته شده و همچنان پرده های زیبا هم داره. و عزیزان بیننده، در این قسمت هم یک دیکوریشنی بسیار زیبا داره که یک دیکوریشنی است که میتونین لایتینگ زیبا در این قسمت داشته باشین، زیبایی بیشتر میشه. و همچنان در این قسمت هم یک دیکوریشن بسیار زیبا داره که نمونه‌های دیکوری را میتونین استفاده بکنین. در این قسمت هم یک جای به خاطر تلویزیون داره که میتونین تلویزیونتان را نصب بکنین. و عزیزان بیننده میریم به اتاقهای بعدی، با ما همراه باشین، ما را تنها نگذارین. میریم به اتاق بعدی و عزیزان در این قسمت یک دستشویی داره. در این قسمت یک دستشویی داره که یک دستشویی دارای مرکز گرمی، دستشویی و شاور، کاشی های بسیار زیبا همچنان استفاده شده. و عزیزان بیننده، شما اگر خواسته باشین این اتاق سالن هم میتونین به خاطر میمانانتان جدا بسازین، یعنی در این قسمت یک دروازه بشنین و میمانانتان راستن به او سالن پذیرایی بکنید و این دستشویی همچنان به خاطر میمانانتان استفاده بکنید. یک سهولت خوب میشه، بهتر میشه. عزیزان میریم به داخل دهلیز رسیدیم. دهلیز بسیار زیبا و مقبول داره. در این قسمت الماری های به خاطر لباس کار گرفته شده، میتونین استفاده بکنین. دیکوریشنی که در چت قرار داره همچنان بسیار زیبا و مقبول داره. مرکز گرمی و قسمی که بر شما یادآور شدم، چوبی که در خود دیوارها کار شده، یک رنگ و دیزاین بسیار زیبا داره که در دهلیز و تمام اتاقها البته کار گرفته شده. در این قسمت هم یک دستشویی دیگه داره. یک دستشویی بسیار بزرگ است، دستشویی بسیار زیبا مقبول داره. یک کاشی های بسیار زیبا، مرکز گرمی، بایلر و همچنان شاور. و عزیزان بیننده میریم به این اتاق. داخلی اتاق میشیم. یک اتاق است که میتونین به خاطر اتاق خوابتان استفاده بکنین. یک کرسی نیمه در این قسمت، قندیلای بسیار زیبا، گروپ خواب بسیار زیبا، الماری هایی که در این قسمت قرار داره به خاطر لباس میتونین این الماری ها را استفاده بکنین. و همچنان تمام آپارتمان دارای موکیت می باشه و دروازه هایی که در خود آپارتمان کار گرفته شده البته از چوب ساخته شده، یک رنگ بسیار زیبا همچنان داره. و در این قسمت هم عزیزان آشپزخانه آپارتمان است. یک آشپزخانه باز مقبول، کابینت آشپزخانه همچنان بسیار زیبا و مقبول می باشه. میزی که در این قسمت قرار داده دستشویی در این قسمت و دارای یک بایلر و الماری های به خاطر ظروف میتونین استفاده کنین. و در این قسمت هم عزیزان میشه که یخچالتان داشته باشین. یک دیکور در این قسمت همچنان داره، دیکوریشن بسیار زیبا و نمونه دیکوری را میتونین در این قسمت داشته باشین که یک نمای زیبا بته به بیرون. عزیزان بیننده میریم به این اتاق. داخلی اتاق میشیم. یک اتاق واقعا مقبولی است، اتاق زیبا
و یک چیز از یادم رفت که براتون بگویم، یک بالکن بسیار زیبا با نمای بیرونی بسیار زیبا همچنان داره که تصویرش بر شما می داشته باشیم. این اتاق با اتاق بعدی البته یک جا شده. اگر در این قسمت شما خواسته باشین یک الماری داشته باشین، اتاق جدا میشه، یا پارتیشن داشته باشین، اتاق جدا میشه. و اگر خواسته باشین به این شکلی که است هم استفاده کرده میتونین. یک اتاق روشنی است، باز است، بسیار مقبول، بسیار زیبا. در این قسمت یک دکوریشن به خاطر تلویزیون میتونن استفاده کنین، نمونه دکوری تان میتونین در این قسمت داشته باشین. و همچنان در چت هم یک دکوریشن بسیار زیبا و مقبول داره و الماری های به خاطر لباس هم در این قسمت موجود می باشد. و همچنان در این قسمت هم یک دستشوی داریم. در این قسمت یک دستشوی بزرگی است، دستشوی بسیار باز بزرگ دارای مرکز گرمی، کاشی‌های بسیار زیبا همچنان استفاده شده. زن بیننده و در این قسمت هم قسمی که بر شما یادآور شدم بالکن است که دروازش هم و زن بیننده در این قسمت هم بالکن بسیار زیبا با نمای بیرونی بسیار زیبا داره که واقعا بسیار مقبول و زیباست. و میریم به داخل دهلیز، میریم از زن بیننده رسیدیم با آخر و معرفی آپارتمان امروزی. امیدوار هستم که از آپارتمان امروزی ما خوشتان آمده باشه. 160 متر مربع، 4 اتاق، 3 تشناب، آشپزخانه بسیار زیبا مقبول، دکوریشن بسیار زیبا. تمام آپارتمان دارای موکیت و همچنان دارای چوبی که در دیوارها کار گرفته شده بود، مرکز گرمی فعال، برق سولری و لفت سولری 24 ساعته. منزل نوهم، موقعیتش هم قلعه فتلا، قیمت $80,000 آمریکایی همراه با اندک جرامت. و از ما که خواهش خرید آپارتمان زیبا مقبول داره، میتونه با شماره هایی که روی اسکرین تان میبینین با ما در ارتباط شوین و صاحب آپارتمان زیبا مقبول شوین. تا درود دیگر، بدرود.